تا حالا شده بخوای از یکی فاصله بگیری ولی هر بار یه چیزی مانعت بشه؟ شده یه رابطه دیگه مثل قبل برات خوب نباشه ولی هنوزم نتونی راحت ازش دل بکنی؟ حتی بعضی وقتا با خودت فکر میکنی که شاید فاصله گرفتن بهترین تصمیم باشه ولی بازم دلت برای اون آدم یا روزهایی که باهاش داشتی تنگ میشه. تو این ویدیو میخوایم ببینیم که چرا جدا شدن از بعضیا انقدر سخته. چی باعث میشه که یه رابطه حتی بعد از تموم شدنم مدت‌ها ذهنمون رو درگیر کنه. در آخرم میخوایم ببینیم وقتی تصمیم میگیریم رابطه‌مون رو با یه نفر تموم کنیم چه کارهایی میتونیم انجام بدیم تا راحت‌تر با این تغییر کنار بیایم. اگه دوست داری بیشتر راجع به این مدل موضوعات و دنیای روانشناسی بدونی، خوشحال میشم کانالمون رو سابسکرایب کنی و تو ویدیوهای بعدی هم همراهمون باشی. فرض کن چند ساله که با یکی از دوستات رابطه خیلی نزدیکی داری. بیشتر وقت تو با اون میگذرونی و تقریبا هر اتفاقی که برات میفته برای اونم تعریف میکنی. در واقع اون آدم تبدیل به یه بخش مهمی از زندگیت شده. حالا به هر دلیلی رابطتون تموم میشه. ممکنه اولش فکر کنی چیزی که قراره اذیتت کنه دلتنگی اون آدم باشه. ولی واقعیت اینه که وقتی یه رابطه به این مهمی تموم میشه فقط حضور اون آدم نیست که حذف شده. یه بخشی از الگوهایی که تو طول اون ارتباط ساخته بودیم هم تغییر میکنن. وقتی یه نفر برای مدت زیادی کنارمون باشه کم کم خیلی از چیزای زندگیمون هم با اون آدم پیوند میخوره. از برنامه‌های روزانمون بگیر تا عادت‌ها، خاطره‌ها، جاهای مختلف و حتی بعضی از کارهای ساده‌ای که بدون اینکه حواسمون باشه همیشه کنار اون آدم انجام میدادیم. پژوهش‌ها نشون میدن وقتی یه رابطه تموم میشه ذهن ما فقط با نبودن اون آدم مواجه نیست. باید خودشو با تغییر عادت‌ها و الگوهایی که تو طول اون ارتباط شکل گرفته بودن هم هماهنگ کنه. برای همین ممکنه حتی وقتی میدونیم جدا شدن تصمیم درستیه باز هم نبودن اون آدم رو خیلی پررنگ احساس کنیم. ما با همه آدم‌هایی که وارد زندگیمون میشن یه جور ارتباط نمیگیریم. یه سریا فقط برای مدت کوتاهی پیشمونن ولی یه سریای دیگه جای مهمتری توی زندگیمون دارن. همونایی که وقتی خوشحالیم با همون خوشحال میشن، وقتی ناراحتیم بهشون پناه میبریم یا وقتی شرایط سختی داریم بودنشون بهمون حس آرامش میده. روانشناسا به پیوندی که بین ما و این آدما شکل میگیره دلبستگی میگن. دلبستگی فقط این نیست که یکی رو خیلی دوست داشته باشیم. وقتی یه رابطه برای مدت زیادی ادامه پیدا کنه اون آدم میتونه با احساساتی مثل امنیت، حمایت، آرامش و حتی تعلق برامون گره بخوره. لیسا فایرستون که روانشناس و متخصص حوزه روابطه میگه وقتی توی یه رابطه حس امنیت و ارزشمندیمون به اون آدم گره بخوره جدا شدن میتونه خیلی سخت‌تر از چیزی باشه که انتظار داریم. برای همینه که وقتی همچین رابطه‌ای تموم میشه چیزی که از دست میدیم لزوماً فقط حضور اون آدم نیست. ممکنه برای مدت نتونیم اون حس امنیت و صمیمیتی که کنار اون آدم داشتیم و دوباره تجربه کنیم. همین میتونه یکی از دلایلی باشه که دوباره وسوسه بشیم و به اون رابطه برگردیم. حتی وقتی میدونیم ادامه دادنش شاید به نفعمون نباشه. بعضی وقتا با اینکه میدونیم چه تصمیمی برامون بهتره احساساتمون چیز دیگه‌ای بهمون میگن. ممکنه وقتی که حال بهتری داریم خیلی واضح بدونیم که چرا از اون آدم جدا شدیم و چیا باعث شده بودن این تصمیم رو بگیریم. ولی وقتی حس تنهایی، ناراحتی یا دلتنگی میکنیم ممکنه همون تصمیم برامون سخت‌تر بشه. این به خاطر اینه که احساسات ما فقط روی حال و هوامون اثر نمیذارن. میتونن روی قضاوت و انتخابامون هم تأثیر داشته باشن. وقتی حال خوبی نداریم ممکنه بیشتر از هر وقتی دنبال چیزی باشیم که بتونه اون حس رو کمتر کنه و از قضا ذهنمون دوباره سراغ همون آدمی میره که قبلا این حس رو برامون ایجاد میکرد. از طرف دیگه بعضی وقتا چیزی که ذهنمون رو درگیر میکنه تموم نشدن ماجراست. وقتی یه رابطه‌ای بدون توضیح، بدون جواب گرفتن یا بدون اینکه دقیقاً بفهمیم چی شد تموم میشه، ممکنه ذهنمون بارها به گذشته برگرده و همش دنبال جواب باشه. مثلا شاید مدام با خودمون فکر کنیم که اگه اون حرفو نمیزدم چی؟ اصلاً چرا این اتفاق افتاد؟
یا اگه یه جور دیگه رفتار میکردم آخرش فرقی میکرد؟ تلاش برای پیدا کردن جواب میتونه باعث بشه رابطه‌ای که تو دنیای واقعی تموم شده تو ذهنمون همچنان ادامه داشته باشه. برای همین بعضی وقتا چیزی که نمیذاره از یه نفر فاصله بگیریم فقط احساسی نیست که نسبت به اون آدم داریم، بلکه سوالهایی هم هست که هنوز جوابشون رو پیدا نکردیم. حالا که فهمیدیم چرا فاصله گرفتن از بعضیا میتونه انقدر برامون سخت باشه، بریم سراغ راههایی که میتونن کمکمون کنن که با این فاصله و تغییر راحت‌تر کنار بیایم. اولین کاری که میتونی انجام بدی اینه که وقتی دلت برای اون آدم تنگ میشه، همون موقع راجع به برگشتن تصمیم نگیر. وقتی تنها میشی و احساس دلتنگی میکنی، معمولاً کشش بیشتری هم نسبت به اون آدم داری. حتی اگه از قبل برای فاصله گرفتن دلیل مشخصی داشته باشی. مثلا اگه دلت خواست بهش پیام بدی، لازم نیست همون لحظه این کار کنی. میتونی بذاری برای فردا و وقتی حالت بهتر شد دوباره ببینی هنوزم میخوای این کارو کنی یا نه. بعضی وقتا همین فاصله کوتاه کمک میکنه بفهمی واقعا دلت براش تنگ شده یا فقط میخواستی از تنهایی اون موقع فرار کنی. راهکار بعدی اینه که برای بخش‌هایی از زندگیت که با رفتن اون آدم خالی شدن، جایگزینای جدید پیدا کن. وقتی برای مدت زیادی با یکی تو رابطه بودی، خیلی از کارهای روزمرت هم کم کم با حضور اون آدم شکل میگیرن. مثلا ممکنه هر شب باهاش حرف بزنی، آخر هفته با هم برید بیرون، یا وقتی اتفاقی برات میفته اولین نفری باشه که میخوای براش تعریف کنی. بعد از جدا شدن، نبودن اون آدم فقط توی خود رابطه حس نمیشه، تو همین موقعیت‌های ساده هم خودشو نشون میده. برای همین بهتره سعی نکنی جای اون آدمو خالی نگه داری. میتونی بعضی از این عادت‌ها و موقعیت‌ها رو با چیزای جدید پر کنی. قدم بعدی اینه که حواست به چیزهایی که دوباره درگیر اون رابطه میکننت باشه. بعضی وقتا بدون اینکه حتی خودت بفهمی، مدام سراغ چیزایی میری که تو رو به اون آدم برمیگردونن. مثلا مدام صفحه‌شو چک میکنی، پیام‌های قدیمی رو مرور میکنی یا به عکس‌ها و چیزهایی که با اون آدم خاطره داری نگاه میکنی. شاید هر بار فقط چند دقیقه طول بکشه، ولی وقتی این کارو تکرار کنی دوباره ذهنت درگیر اون آدم میشه. برای همین اگه تصمیم گرفتی از یکی فاصله بگیری، بد نیست این چیزا رو هم کمتر جلوی چشمت بیاری. بعضی وقتا چیزی که بیشتر از خود اون آدم درگیرت میکنه فکراییه که هنوز راجع به اون رابطه توی ذهنت داری. ممکنه مدام به اتفاقهای گذشته برگردی و با خودت فکر کنی که چرا این اتفاق افتاد، کجای کار اشتباه کردم، یا اگه یه جور دیگه رفتار میکردم شاید همه چیز فرق میکرد. کاری که تو این شرایط میتونی انجام بدی اینه که بین چیزایی که واقعا میدونی و چیزایی که فقط داری حدس میزنی تفاوت قائل شی. مثلا اینکه این ارتباط چندین بار منو خسته و ناراحت کرد یه چیزیه که تجربهش کردی، اما اینکه اگه فلان حرفو نمیزدم شاید هنوز با هم بودیم فقط یه احتماله. قرار نیست برای هر چیزی که تموم شده جواب قطعی پیدا کنی. بعضی سوال‌ها جواب مشخصی ندارن و ادامه دادن این فکرها چیزی رو برات روشن نمی‌کنه. کار دیگه‌ای که میتونه کمکت کنه اینه که سراغ بخش‌هایی از خودت بری که شاید به واسطه اون ارتباط کمرنگ شده بودن. وقتی مدت زیادی با یکی دوستی، ممکنه بعضی از علاقه‌ها، برنامه‌ها یا حتی هدف‌هات با اون آدم گره بخورن. بعضی کارا رو بیشتر انجام بدی، بعضی‌ها رو بذاری کنار، یا حتی یادت بره قبل از اون زندگی چه شکلی بود. برای همین بعد از جدایی میتونی دوباره سراغ چیزایی بری که انتخاب خودت بوده. این کار کمک میکنه دوباره بخش‌هایی از زندگی تو بسازی که فقط به اون رابطه مربوط نیستن. خیلی ممنونم که تا اینجا با هم همراه بودی. اگه این ویدیو برات مفید بود و دوست داشتی، خوشحال میشم لایک کنی و تجربه و نظرت رو تو کامنت ها واسم بفرستی.